این عربو این خیل میکردی عربو کی گفته است که عرب کافر دارد؟ عرب‌های داشت که پیغمبر با پای افزارش زد، بر روی پیغمبر صلی الله علیه و توف کرد و پیغمبر صلی الله علیه و شمشیر برداشت. و کی گفته است که تو پیروی عرب کن؟ ما پیروی قرآن و سنت هستیم، پیروی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم میکنیم، نه پیروی از عرب، نه پیروی از بابای گذشتگان. حضرت ابن عباس رضی الله عنهما هم بچه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که یوشک ان ینزل علیکم حجارة من السماء، به نزدیکی به سر شما از آسمان سنگ میبارد. اقول قال رسول الله صلی الله علیه و سلم و تقولون قال ابوبکر و عمر. من به شما پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتم میگم، شما باشید میگید که ابوبکر و عمر چنین گفت. حالا اون است که سخن ابوبکر و عمر این دین است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه بعد من به این دو موسوید اقتدا کنید تا ابوبکر و عمر. در دیگر حدیث میگه که علیکم بسنتی و سنت خلفای راشدین، سنت من و سنت خلفای راشدین گرفت. سخن ابوبکر و عمر